مجموعه بزرگ دشت عماد. این پروژه بزرگ قرار قطب گردشگری استان سیستان بلوچستان بشه و بزرگترین مجتمع تفریحی و گردشگری در جنوب کشوره که شامل 40,000 متر فاز رستورانی به همراه هتل، تالار، نمایشگاه ماشین‌های کلاسیک، سایت ورزشی، گیم نت، باشگاه، مرکز خرید، سالن همایش، سالن سینما، ویلا و اقامتگاه بخشی از پروژه‌های این مجموعه بزرگ خواهد بود. جالب اینجاست هوشمندترین رستوران استان هم قراره تو مجموعه دشت عماد به بهره برداری برسه و یه چیزی که برای اولین بار در ایران تو این مجموعه انجام شده کمل پارک یا همون پارک شترها که انواع شترها رو داره. این پروژه عظیم و استثنایی که از بزرگترین پروژه های تفریحی گردشگری در ایران است توسط یکی از بزرگمردان سیستان و بلوچستان حاج الله نظر شهبخش و فرزند این بزرگوار عماد شهبخش سرمایه گذاری و به زودی تمامی بخش ها به بهره برداری خواهد رسید.